با خبرهای ورزشی پرسپولیس در خدمتتون هستیم. ماجرای جنجالی بازی تراکتور چادرملو هنوز داغه و رسانه‌های فوتبالی تمام وقتشون رو روی این قضیه گذاشتن و ولکن ماجرا نیستن. از اون طرف نظریه جویباری مدیر عامل استقلال افتاده به جون کمیته انضباطی و حسابی تاخته بهشون. اما چیزی که همه رو شوکه کرده سکوت عجیب دو رقیب اصلی تراکتور یعنی پرسپولیس و سپاهانه. انگار این دو تیم تصمیم گرفتن اصلا سمت حاشیه نرن و فقط به بازی‌های مهمشون بچسبن و امتیاز بازی براشون از همه چیز واجب تره. البته حق دارن، بالاخره ممکنه توی صدر جدول هر لغزشی اتفاق بیفته، اما مشخص نیست این سکوت استراتژیکه یا یه جور بازی روانی یا اینکه دارن با زرنگی خودشون رو از آتیش دور نگه میدارن. به نظر شما دلیل سکوت این دو تیم چیه؟ برامون کامنت کنید و از پیجمون دیدن کنید.